تو یه پیرمرد شپشوی بی تربیت و یه ولگرد بی ریشه بیلی وایلیس. ای گل گفتی. چنگ دستیار بریم برای قرارداد. بریم قربان. بفرمایید. آقایون فکر کنم دیگه ثابت کردم که شرکتم از پس هر فشاری برمیاد و فکر کنم ثابت کردم که شرکتم یه تولید کننده مطمئنه. خلاصه شما با من قرار حسابی بهتره کنیم. پوزش میخوایم ولی ما نظرمون عوض شده. ها؟ ما میخوایم که به سراغ گزینه‌های دیگه بریم. بچه کچل تو دیوونه ای؟ اون وقت انتظار داری ما باید افه بیایم؟ خون بگیر. آقای رئیس یعنی پدر آقای چنگ به دنبال چیز بزرگتری هستن. ایشون میخوان به جز مواد رو قاچاق سلاح هم کار کنن. کار منم همینه. یعنی از وقتی یه فسقل بچه بودم همیشه میخواستم یه مواد فروش بین المللی بشم. یه تاجر اسلحه. خواهش میکنم بذارید عملی بشه. واقعا متاسفم. متاسفی؟ متاسفم و درد. من همین الان به پات افتادم بدبخت. اون وقت به هم میگی متاسفی. با کی کار میکنی ها؟ با کی؟ بنده اجازه ندارم که بگم. او نه خیلی هم اجازه داری بگی. یعنی باید بگی، مجبوری بگی. کی؟ کی؟ برادران اونیر. برادرای اونیر ها؟ بله. شوخی میکنی؟ نه. کلاغه بهم خبر رسونده که برادرای اونید یکم مشکل دارن و یکیشونم قراره طی یه عمل جراحی طاقت فرسا از جمجمه جدا بشه. لعنت به همتون. آوازیا آوازیا به به تربر فیلیپس. الوود اونی لعنت بهت لعنت بهت لعنت بهت. تراور کار همینه دیگه. اون احمق کودن مشتری من بود. مسئله کاری رفیق. اگه میخوای صحبت کنی ما تو مزرعه ایم. ارنی، ارل، والتون، وین، دیل، دوویل، دریل، دن، هممون. بهتره برای هر کدوم از این اسما یه سنگ قبر آماده کنید چون دارم میام و اون آزمایشگاه خونوادگیتون رو سرتون خراب میکنم. کارتون تموم انگلای بدبخت. روانی دیوون. الان با اون ترور روانی حرف زدم، داره میاد اینجا. برید تو و مراقب آشپزخونه باشی. امیدوارم از پس شما احمقا بر نیاد. البته زیاد چشمم آب نمیخوره. بیایید بریم پیش دوستای چینیمون. ببینیم چند تا از برادرای مشنگتون امروز میمیرن. نمیدونم چجوری این کارو باید انجام بدم ولی آزمایشگاهتون رو سرتون خراب می اومدم.
Don't come any closer, all right? You win. You can have the contract. I don't. اینجا رو ببین. یه پیت بنزین، اونم درست توی آزمایشگاه. اینم از این. اینجا رو با خاک یکسان میکنم بچه ها. جون عجب بوی داره این بنزین. در آتش خشم من بسوزید. برگرد اینجا. تو اصلا مخفی نشدی. پیداش کردی؟ سعیمو کردم ترور. سعیمو کردم. خیلی خوب بیا بالا. نمیزنمت. بیا. سعیمو کردم. میدونم. فکر کردم گفتی نمیزنی. فکر کنم منم گفتم بری مایکل تاونلی لعنتی رو پیدا کنی. دو تا مایکل تاونلی توی لس سانتوس زندگی میکنن. یکی 83 سالشه، اون یکی هم میره مهد کودک. از معلمش خواستم تا بیارتش پشت خط و مطمئن شم، ولی یهو فکر کرد من بچه دوزی چیزی اما میخواست زنگ بزنه پلیس. آخه چرا؟ یه مش دیگه بهت نزدم ساکت شو. چیز دیگه هم هست؟ به لیست شماره های نگاهی انداختم. یکی بود به اسم مایکل دسانتا. سنشم تقریبا درست بود. یه زن و 2 تا بچه. اسم زنش چیه؟ آماندا. آماندا؟ ای کودن تو یه نابغه ای. بیا اینجا. بیا بالا. از این به بعد سری برو سر اصل مطلب. ببخشید ترور. هی ران پیرمرد پرحاشیه بیا بیرون. ما داریم میریم لس سانتوس. من آمادم. تو نه من و وی. پس من چی؟ تو دستیار مدیر عامل شرکت ترور فیلیپسی. یه کاری کن دو قرون پول در بیاریم. خونم هم تمیز کن. بریم وید. وقتی حوصلم سر رفت برام آواز میخونی. نه حوصله صدای نکراتو ندارم. برای بستنی هم وای میسیم؟ الان میریم لس سانتوس؟ آره به زودی، ولی قبلش یه جا توقف داریم. توقف برای چی؟ بستنی؟ این با این میریم؟ سوار شو کم حرف بزن. بینم تو لس سانتوس آشنایی چیزی داری؟ آره پسرمون فلای با نامزدش یه جایی توی ساحل وست پیوچی زندگی میکنن. خب کجا قراره وایسی؟ خانواده مهمه وید، ولی نه به مهمی مردی که بهت کار داد، بهت درس داد و توی سال گذشته تأمینت کرد، ولی بازم مهمه. پس یه سر به پسرموت میزنیم.
ولی خیلی وقت ندیدمش ترور. اینم یه دلیل خوبه دیگه که بریم ملاقاتش. باشه خیلی خوبه، ولی آخه میگم ای کاش بابای چسبی رو میابردی میچسبوندی به کانکسشون. همینجا بمون، که در نیاد. مثل آتیش بازی خفن نیست. وقتشه بزنیم به جاده وی لوس سانتوس، ما داریم میایم. میگم حالت خوبه؟ چون همش صدای تیراندازی و انفجار و التماس داشت میومد. البته اونا آدمای خوبی نبودن. دیگه نمیخواد به لاست فکر کنی. حالا بریم رفیق قدیمیمو پیدا کنیم. مثل اینکه این مایکل تاونلی خیلی اعصابتو خورد کرده که میخوای پیداش کنی، مگه نه؟ اون اعصابمو خورد نکرده. کسایی که اونو کشتن و دولت فدرال اونا اعصابمو خورد کردن. اگه اون مرده باشه پس این کیه؟ بالاخره چسبیدی به سوال درست. این یارو کیه که از جملات دوست مرحومم استفاده میکنه یا هم اسم دوست مرحوممه؟ خانواده دوست مرحوممو داره و خونه‌ای داره که احتمالاً با پولای دوست مرحومم خریداری شده. واو، مغزم جر خورد. این تازه اولشه. خودتو آماده کن بی. نه من منظوری نداشتم ترور. وقتی بقیه داستانو بگم مغزت بیشتر جر میخوره. دلم میخواد با ماشین از رود رد شم. نه لطفا این کارو نکن، من میخوام زنده بمونم. هنوز نرسیدیم؟ نه. یعنی حتی یک کوچولو هم نرسیدیم؟ یه بار دیگه تکرارش کنی همینجا خاکت میکنم. هی ترور، میشه یه داستان بگی؟ نه بی. پس بیا بازی کنیم. 20 سوالی بلدی؟ من اول میگم. من نانو تکنولوژی ام. حالا حدس بزن من چیم؟ تو چی هستی؟
لعنتی لو دادم. نباید میگفتم چی هستم. خیلی خوب، دوباره شروع میکنیم. اصلا چطوره؟ برات داستان بگم ولی باید قول بدی که دیگه حرف نزنی. من داستان دوست دارم. این داستان درباره پسری به نام تریشاست. تریشا مگه اسم پسرونه است؟ مهم نیست. عجیبه. اونم عجیب بود. باهوشترین و سرسختترین و قوی ترین پسر کانادا بود. البته یه جایی بین کانادا و آمریکا. اون پسر هر چی که بگی داشت. قد بلند، قدرت، خوشتیپی. ولی اون نمیدونست با این استعداد باید چی کار کنه. باید بازیکن بیسبال میشد. با هم؟ مگه اون یه بدبخت خودباخته بود؟ خب بازیکن هاکی. یه مدت شد ولی تصادفاً با چوب زد تو کله مربیش. خب پس چی کار کرد؟ باشه بعدم بهت میگم. بذار روی جاده تمرکز کنم. ولی ترور. نه. اونها لوس سانتوس، انتهای این دنیای کوفتی. اینجاست. پس لوس سانتوس اینجاست. بگمونم خودشه. همیشه دوست داشتم لوس سانتوس رو ببینم ترور. ولی تو بیابون گیر افتاده بودی مگه نه؟ نه بابا، سان آندرس عشقه. آره اونجا بهترین بخش ایالته. مایک، پس مرده هایی که زنده میشن میان اینجا. نزدیک 10 ساله ولی کاری کردی که نذارم از این 10 سال بیشتر بشه. ای رفیق نامرد، من برات عزاداری کردم در حالی که نمرده بودی. تو بهترین دوستم بودی و حالا حدس بزن کی داره میاد دم خونت. باید بریم پیش فلویدا. لوس سانتوس، محل زندگی آدمای آشغال. باید بریم ساحل وسپیوچی. میشه بقیه داستانو به هم بگی ترور درباره همون پسره تریشا. خب کجا بودیم؟ گفتی اون نمیتونست کاری بکنه. آره ولی اون بچه میتونست با هواپیما پرواز کنه. پس رفت نیروی هوایی تا کل روز پرواز کنه و روستاها رو بمبارون کنه و شاید، فقط شاید، یه بارم بمب هسته‌ای بندازه. ولی یه روز درست قبل اینکه استخدام بشه یه جادوگر اهریمنی که رئیس بخش ارزیابی روانی بود گفت اون بچه ثبات روانی نداره و نمیتونه پرواز کنه. وحشتناکه. آره اونو به اعماق شک و ناامیدی انداخت و همون زمانی که به بنبست رسیده بود با یه دلغک چاق و زبوندار آشنا شد. خیلی جالبه. اسم دلغک چی بود؟ مایک، میشل. یه دلغک خانوم؟ آره اون خانوم بود. نه اون پسر بود بابا. میشل برای یه پسر اسم بامزه‌ایه. اونم پسر بامزه‌ای بود. زیر پل کمین میکرد و از هر کسی که رد میشد دزدی میکرد. بعضی وقتا هم میرفت شهر رو از مغازه‌دارا و مسافرخونه ها دزدی میکرد و قهرمان ما رو تشویق کرد که بهتر اونم بره دزدی. و میدونی چی شد؟ تریشا کوچولو از مردم دزدی کرد و تریشا کوچولو تو این کار موفق بود و به خوبی و خوشی تا آخر عمر زندگی کردن مگه نه؟ نزدیک خونه فلویدیم. الان بهت آدرس میدم. همینطوری ادامه بده. مستقیم به سمت جلو. اینجا رو برو راست.
همینجوری صاف برو. ایول همینجاست. رسیدیم ترور. فلوید ترور این بالا. هی فلوید منم وید. کی؟ منم وید پسرموت. کی؟ پسرموت اومده دیدنت بیادا. بر رو زمین پاشه یه نوشیدنی بیار کوف کنم. وید تویی؟ شنیده بودم تو خیابون مواد میکشی. آره ولی از این به بعد همینجا میکشه. هممون میکشی. نمیتونی اینجا بکشی. آره اینجا خونه نامزدمه. نمیتونید اینجا بمونید، نمیتونید اینجا مواد بکشید. خیلی وقت ندیدمت پسرموت. آره از وقتی با اون پسر دیدنت دیگه ندیدمت. اینا همه شایعه است. باید برید هر دوتون. نامزدم اگر بفهمه که مهمون آوردم منو میکشه. این چه دختریه که خانوادتو دوست نداره؟ حالا برای بار آخر میگم یه نوشیدنی برام بیار. باشه میگم ما که نوشیدنی نداریم. خب بار گمشو بخور. تو هم باش برو. خیلی خوب باشه. بالاخره اومدی گل پسر. دنبال اینی؟ با نمک بود. دیشب تو آب نمک خوابیدی؟ تو الان چی گفتی؟ بس کنین. دارین یوگا لعنتی منو خراب میکنین. کسی گفت یوگا؟ ترور؟ مایک. هی از دیدنت خوشحالم. آره معلومه. البته من کسی نیستم که زنده شده. این معرکه نیست. خب من یکم تو وضعیت ناجوری بودم. چه حرفای قشنگی. آره میبینم مرگ تو برای بهترین دوست جلب کردی. با پولا فرار کردی و اومدی یه عمارت بزرگ خریدی. اون وقت این وضع ناجورته؟ بستگی به دیدت داره. اگه طور دیگه هم میشه دیدش من سر تا با گوشم. قضیه مال خیلی وقت پیشه. من محافظ شاهدین بودم هنوزم هستم. این عالیه. عذر میخوام ادبم کجا رفته؟ آماندا از دیدنت خوشحالم. دلتنگت بودم. قبلا چاقتر بودی ولی انگار عمل کردی. جیمی تو لاغرتر بودی ولی سرزنشت نمی کنم. شما کی هستی؟ نماسته. من فابین هستم. خدای من. تریسی کجاست؟ خواهرت کجاست جیم؟ اون میخواد بره تلویزیون. میخواد چی؟ رفته برای تست شهرت یا خفت. بینم چی؟ داری درباره چی حرف میزنی؟ همون برنامه استعدادیابی دیگه. میدونید که چقدر دوستش داشت. او به استعدادش چیه؟ خوانندگی.
اون که خوندم بلد وای نیست. فکر نکنم خودش اینجوری فکر کنه. ای خدا. خب الان کجاست؟ سالن بزرگ میز. اونا تریسی کوچولومونو مسخره میکنن. بیا بریم دنبالش. بریم؟ آره بریم. میخوای وقتی دخترت سوژه خنده مردم میشه وایسی اینجا معرکه بگیری ها؟ از اون که فکر میکردم بدتری. زود باش بیا. خیلی خوب. هی تی، خودم تنهایی از پسش برمیام. من مشکلی ندارم. اون دختر منه. خودم بهش میرسم. بله، از وضعیت توی خونت معلومه. هی بس کن دیگه. اومدی تو خونه منو میخوای منو راهنمایی کنی؟ نه اینجوری نمیشه. از دیدنت خوشحالم ولی بوی تاپاله میدی. زیر ناخونات خونیه. انگار یه هفته از همون نرفتی. من کسیم که توی آب زیر کاهو خوب میشناسه. میدونم به محض اینکه از این ماشین پیاده شم صاف میشینی پای تلویزیونت. الانم میریم دخترتو از اونجا میاریم چون قرار نیست اونو مثل منو برد ول کنی. آره برد. پسره بیچاره با دست بسته توی بیمارستان به هوش اومد. اونم به خاطر گنگکاری جنابالی. البته هنوزم از توی زندون به هم نامه میده. آره برد. اوه واقعا؟ آره. خب حالا خودت چی کار میکنی؟ جدا از تنهایی و قلب شکستم میگذرونیم. ببین من میخواستم بگم اینجا بمونی ها ولی نه نگران نباش. تا موقعی که کارام ردیف بشه جا واسه موندن دارم. میدونی پیش دوستای واقعیم. خیلی خوب همینجا سالن میز. بریم پیداشون کنیم. بریم دنبال دخترت. خیلی عذر میخوام قربان ولی اینجا نمیتونید پارک کنید. اینجا پارکینگ عوامله. بیا همینجاست. ببین به چشت میمون میخوره. مجری برنامهش کاپ میمونه. از کجا؟ نام و نام خانوادگی. تریسی تاولی لعنتی کجاست؟ همون تریسی دی سانتا. اصلا لازلو کجاست؟ خانم آقایون لطفاً آروم باشید. اون تو ضبط برنامه زنده است. دارن ضبط میکنن. خیلی خوب. آره خیلی خوب بود. با فصل 14 تست‌های شهرت یا خفت با شما هستیم. اینجا در واینوود سن آندرس. نفر بعدی تریسی د سانتا است. داورا تریسی د سانتا. آره سلام به تو. تریسی دختره با استعدادیه. اون تو بازیگری، مدلینگ و پرورش کودکانم استعداد داره. این قشنگ نیست؟ تو اصل جنسی دختر مثل پارچه‌ای هستی که با بهترین کیفیت تولید شده. این دلقکا دیگه کیان؟ اونا بابام و تروره. عالیه. خب دوتا عجوبه دیگه هم بهش اضافه شد. شما اینجا چی کار میکنی؟ آره اینجا چی کار میکنی؟ خیلی خوب برگشتم. خب لطفاً آروم و بی سر و صدا باشید چون الان پخش زنده دارین. خیلی خوب. خب 3 2 1. خیلی خوب. شهرت یا خفت با تریسی د سانتا. باید کاری کنی؟ خیلی خوب دیگه بسته. گفتم بسته دیگه. نگهبان کجاست؟ نگهبان تو الان چی گفتی؟ لطفاً آروم باشید آقا. آروم باشید. وایسا ببینم. تریسی برو خونه. باید با هم حرف بزنیم.
ای لعنتی ماشینو بردن. بیا سوار اون کامیونه میشیم. ای مایک اونجا کامیون. او خدای من معلوم است داری چه غلطی میکنی؟ چطور میتونی ببینی همچین کاری با دخترت بکنه؟ وقتی بچه‌هاتو تو این شهر بزرگ کنی عادت میکنی. واقعا پدر بدی هستی. آره بابات انتقادت ممنون، واقعا برام ارزشمنده. وای لازدوی کثافت، همیشه ازش بدم میومد. از جاده بندازش بیرون. بجام اون فقط یه ماشین برقیه. خب اینم یه تریلیه. عوضی رفت تو خط راهن. فقط یکم سر به سرش میذاریم ولی نمیکشیمش. وقتی از روش رد بشم معلوم نیست چه بلایی سرش بیاد. ازش هم تو رادیو هم تو تلویزیون متنفرم، ولی الان از نزدیکم متنفرم. خب مثل اینکه باتری خالی کرد. هی سلام بچه ها. باتری خالی کردی ها؟ به خدا هیچ منظوری نداشتم. آره اون دختر وقتی 2 سالش بود رو پای من میشست و به خدا قسم پوست هر کسی رو که بخواد بهش چپ نگاه کنه قرفتی میکنم. من فقط یه هنرمندم که میخواد مردم این کشور رو سرگرم کنه. جدا از این که الان میخواید منو بکشید 1000 تا مشکل دیگم دارم. 1000 تا. همین الانش کلی شکایت آزار دارم چون من یه معتادم، فهمیدید؟ نمیتونم ترک کنم. من یه بچه ترسوام آقا، یه بازمچه. تو چه استعدادی داری؟ یعنی بجز این چیزا مگه برنامه همو ندیدید؟ نه زنده است نه بامزه. همش به خاطر اینی که من هیچ استعدادی ندارم. انگار داره راست میگه تی. منظور تو رسوندی. پای دخترت وسطه. من اگه جای تو بودم موهای دو مسبیشو از ته میکندم و تو دارش بیار. چشم. خوبه، خیلی خوب. حالا چی کار میکنی؟ میخوام خیلی جذاب قرش بدی هنرمند. آخه بدون موزیک که نمیشه. میخوای اعصابمو بریزی به هم؟ چشم انجامش میدم. آفرین. این دیگه چه مدلشه؟ خیلی خوب خیلی خوب. حالا قرش بده. بیا پایین تر پایین تر پایین تر. لطفا منو نکش باشه. هفته بعد قرار بود برم رو جلد مجله. خیلی خوب بیا پاشو پاشو. برو تا نظرم عوض نشده. آبرو تو میبرم بچه سوسول. فیلمتو کل دنیا قراره ببینه. خیلی خوب من رفتم. این 9 سال بدون من چی کار میکردی؟ اوه بسه. هی دیو سلام. بیا رصدخونه گالیله. خیلی خوب باشه.